پادکست کتاب والکری‌ها اثر پائولو کوئیلو. سلام به همه دوستداران کتاب. امروز به سراغ یکی از شخصی ترین و معنوی ترین آثار پائولو کوئیلو می رویم. کتاب والکری‌ها. این کتاب برخلاف بسیاری از رمان‌های کوئیلو بر اساس تجربه‌ای واقعی از زندگی خودش نوشته شده است. داستان درباره نویسنده‌ای به نام پائولو و همسرش کریس است که سفری متفاوت را آغاز می کنند. سفری به دل صحرای موهاوی در آمریکا برای یافتن فرشته نگهبان و روبرو شدن با ترس‌های درونی. پائولو با وجود موفقیت‌هایش هنوز از گذشته و اشتباهاتش رنج می‌برد. او احساس می‌کند چیزی در زندگیش ناقص است و برای رسیدن به آرامش باید با عمیق‌ترین ترس‌های خود روبرو شود. استاد معنوی او مأموریتی عجیب به او می‌دهد. به بیابان برود و فرشته خود را پیدا کند. در طول این سفر، پائولو و همسرش با گروهی از زنان مرموز به نام والکری‌ها آشنا می‌شوند. آنها زنانی هستند که با موتور در بیابان سفر می‌کنند و باور دارند که می‌توان با فرشتگان ارتباط برقرار کرد. رهبر این گروه زنی به نام والکری است. زنی قوی، مستقل و سرشار از ایمان. در ابتدا پائولو نسبت به این زنان و باورهایشان تردید دارد، اما به تدریج در می‌یابد که این سفر فقط درباره پیدا کردن فرشته نیست، بلکه درباره شناخت خود، بخشیدن گذشته و غلبه بر ترس هاست. در طول مسیر او با احساس گناه، ناامیدی و شک روبرو می‌شود. او می‌فهمد که بزرگترین دشمن انسان ترس‌های پنهانی و ناتوانی در بخشیدن خود است. همسرش کریس در تمام این مسیر همراه اوست و به او یادآوری می‌کند که عشق، اعتماد و ایمان می‌توانند انسان را از تاریک‌ترین لحظات زندگی عبور دهند. هرچه سفر ادامه پیدا می‌کند، پائولو بیشتر متوجه می‌شود که ارتباط با جهان معنوی تنها از طریق معجزه و اتفاقات خارق‌العاده ممکن نیست، بلکه انسان باید ابتدا صدای قلبش را بشنود و به درون خود سفر کند. در نهایت او به درک مهمی میرسد. فرشته‌ای که به دنبال آن بوده همیشه در کنار او حضور داشته است. مشکل این نبود که فرشته وجود نداشت. مشکل این بود که او یاد نگرفته بود چگونه گوش دهد و ایمان داشته باشد. پیام اصلی کتاب والکری‌ها این است که هر انسان برای رشد و آرامش باید با ترس‌های خود روبرو شود. گاهی بزرگترین سفر زندگی سفری به درون خودمان است. این کتاب همچنین درباره قدرت عشق، بخشش و ایمان سخن می‌گوید. پائولو کوئیلو به ما یادآوری می‌کند که پاسخ بسیاری از پرسش‌های زندگی در بیرون از ما نیست، بلکه در سکوت قلب و در شجاعت روبرو شدن با خودمان نهفته است. والکری‌ها داستان سفری در دل بیابان است، اما در حقیقت سفری به عمیق‌ترین بخش روح انسان محسوب می شود. ممنون که تا پایان این پادکست همراه بودید. اگر از این خلاصه لذت بردید، فراموش نکنید که ما را دنبال کنید و این اپیزود را با دوستان کتاب دوست خود به اشتراک بگذارید.